تا حالا شده وسط یه سریال پر از خیانت، فریاد، اشک و رازهای پنهان با خودت بگی چرا دارم اینو میبینم؟ بعد بلافاصله قسمت بعدی رو پلی کنی. تو تنها نیستی. مغز انسان طوری طراحی شده که به دراما اعتیاد پیدا کنه. اما چرا؟ چی در دراما هست که ما رو اینطور میخکوب میکنه؟ در دوران ما قبل تاریخ زنده موندن به این بستگی داشت که انسان بتونه رفتار بقیه رو تحلیل کنه. اینکه کی دروغ میگه، کی خطرناکه، کی قابل اعتماده. دراما دقیقاً همین کارو میکنه. با صحنه‌های پر از تنش بین آدم‌ها مغز ما وارد فاز تحلیل میشه. چرا اینطوری شد؟ اون یکی چی واکنش نشون داد؟ انگار ناخودآگاهمون فکر میکنه با دنبال کردن این پیچیدگی‌ها داریم برای بقا آماده میشیم. وقتی درامایی میبینیم که شخصیت‌ها توش درد میکشن، احساس خشم، ترس یا حتی عشق دارن، مغز ما انگار اون احساسات رو خودش داره تجربه میکنه. این به خاطر نورون‌های آینه‌ایه. این نورون‌ها باعث میشن درد یک شخصیت خیالی توی مغز ما تقریبا مثل درد واقعی پردازش بشه. سیگموند فروید به چیزی به نام کاتارسیس معتقد بود، یعنی رهاسازی هیجانات سرکوب شده از طریق تماشای دراما. وقتی کسی در سریال داد میزنه، خیانت میکنه یا فرو میپاشه، ما شاید دقیقاً همون حسها رو در خودمون دفن کرده باشیم. دراما راهی میشه برای تجربه غیر مستقیم اون هیجانات، یه جور تخلیه روانی بی خطر. از بچگی با قصه بزرگ شدیم. ذهن انسان ساختارهای روایی رو بهتر از هر چیز دیگه‌ای جذب میکنه. یه تحقیق نشون داده مغز وقتی داستان میشنوه همون بخشایی فعال میشن که موقع تجربه واقعی یک موقعیت فعال میشن. دراما معمولا داستان‌هایی قوی دارن: قهرمان، بحران، نقطه عطف، پایان. این ساختار باعث میشه مغز بهتر ارتباط برقرار کنه و بیشتر درگیر بشه. در دنیای واقعی خیلی از چیزها از کنترل ما خارجه، ولی وقتی یک درامای تلویزیونی میبینیم میدونیم که این داستان بالاخره به نتیجه میرسه. ما کنترل نداریم، ولی حس میکنیم که در یک فضای مشخص و قابل پیش بینی هستیم. این میتونه برای مغز آرامش بخش باشه، حتی اگه در خود دراما همه چیز آشفته است. دراما به ما مواد خام میدن برای قضاوت اجتماعی. اگه من جای اون بودم چی کار میکردم؟ این شخصیت چقدر خودخواه بود یا چقدر باهوش بازی کرد؟ ما به طور ناخودآگاه از داستانها برای ساختن و اصلاح مدل ذهنی خودمون از درست و غلط استفاده میکنیم. این ما رو برای تعاملات واقعی اجتماعی آماده تر میکنه. در دنیایی که پر از فشارهای کاری، مشکلات عاطفی و بی‌ثباتی، دراما نقش پناهگاه رو بازی میکنن. ما میتونیم وارد دنیایی بشیم که مال ما نیست بدون اینکه واقعا آسیبی ببینیم. تماشای دراما نوعی دیسوسییشن ملایمه، یعنی جدا شدن موقتی از زندگی خودمون برای اینکه استرسمون کمتر بشه. اما سوال مهم اینه که آیا ما کلاً برای دراما ساخته شدیم؟ تقریباً بله. ذهن انسان عاشق پیچیدگی روابط، بالا و پایین‌های احساسی و رازهای انسانیه. دراما همه اینها رو در قالب داستان به ما میده. با اینکه ممکنه گاهی فکر کنیم وقتمون رو با سریال‌های پر از درگیری تلف کردیم، ولی در واقع مغزمون داره تمرین میکنه برای بقا، برای همدلی، برای تحلیل و حتی برای آرامش. ممنون که همراه من بودی. خیلی وقته که درامایی رو دنبال نکردم. اصلا همه اعضای خانواده‌ام عاشق دراما هستن به جز من و واقعا همیشه اینطوریم که خب چی داره آدم چرا اصلا باید دنبالش کنه. و یه سری سریال های پر درامای ترکی رو فقط تونستم تا وسطاش ببینم و اینقدر عذاب وجدانم زیاد شد که دیگه رهاشون کردم. اما خیلی جذابن. میدونم تا همون جاهایی که دیدم متوجه شدم که واقعا جذابن، ولی من از اون آدم‌هایی هستم که از دراما فرار میکنم. همین. با عشق، مام.